آقای شجاعی رو آقا میشناسید؟ این سخنران کنج خدا رحمت کنه خانم سید حسین. و همین 2-3 شب پیش ما تو خونه سید حسین رفته بودیم برای ختم و اینا، برای خود من تعریف کرد اگه روزه‌ای شد برسه به روح این کنیز حضرت زهرا. گفت آقا من شب خوابیدم، صبح از خواب بلند شدم دیدم که از نوک پاهام دونه دونه، یعنی من دیدم کف پاهاش، این رفقای بچه پلاسه میشناسن کاملا میدونن، دیدم کف پاهاش چیزاییه. گفتم اینا چیه کف پا؟ گفت آقا من شب خوابیدم، صبح بلند شدم دیدم مثل آب که یخ میزنه از نوک انگشتام داره بدنم همینجوری جامد میشه، انگار یخ میزنه، سفت میشه و از حرکت میافته. و 2-3 هفته گذشت که رسید به گردنم و من شدم مثل یه قطع نخاع. روی صورتم تاثیر گذاشت، کم کم دهنم کج شد، چشمام داشت شکل میگرفت، تکلمم داشت به ایراد میخورد. گفت ما بچه زنجانیم. دکترها گفتن آقا یه بیماری نادره، هنوز کسی براش چیزی نتونسته پیدا کنه، معلوم نیست چیه، کاری ما نمیتونیم بردیم. از این دکتر با ویلچر ما رو برد خانم، این دکتر از این گفت داماد ما مشهد زندگی میکنه، خواهرمون مشهده. من زنگ زد و جویای احوال ما گفت اینجوری، و گفت چند روز بعد من زنگ گفت یه دکتر تو بیمارستان قائم مشهد، همین میدون تقیابات خیابان احمد اینجا میشینه، یه دکتر اینجاست، میگن متخصص این بیماریه و رفته خارج از کشور درسشو خونده و این بیماری خاصیه، میگن اصلا چند میلیون نفر یه نفر میگیرن، بذار اینم یه وقت میتونم بگیرم. گفت وقت نمیداد و یه وقت گرفت و گفت من برادرم و خانومم رفتیم مشهد علی ابن موسی رضا بیمارستان قائم، بستری شدیم. دکتر گفت دوست داروه، من باید به خون شما اضافه کنم. اگر این جواب داد چون این بیماری مشخصی نیست هنوز تو دنیا، اگه جواب نداد این کم کم میزنه به گوارش از کار میده، کبد، قلب از کار میدوزه، مغز، همه بدن از کار میدوزه، فریز میکنه. گفت 45 روز من توی بیمارستان قائم بستری بودم. این بنده خدا چندین بار خون منو عوض کرد و خون جدید به من میزد با اون موادی که خودش میگفت. روز آخر اومد گفت آقا ما فردا رو وقت داریم. 45 روز من چندین بار خونت عوض کردم و به این مواد تو پس زده، فردا امتحان میکنیم ببینیم چی میشه. گفت فردا شد و ما رو بردن دوباره خونم تعویض کردن و روز بشک اومد ملاقات ما. گفت آقا شرمنده شما. جواب نداد. گفت من مادرم ساداته، زنگ زدم زنجان سلام و پرسی و گفت چطوری؟ گفتم بهترم الحمدلله. گفتم یه جوری کم کم بهش بگم. گفتم مادر یه موقع که اتفاقی برای من افتاده فلان. گفت چی شده مگه؟ گفتم مادر حقیقت چیزی نشده، نگران نباش، اگه یه موقع آدمی زاده دیگه. مادرم گفت همیشه داشتم حرف زد. گفت حرف نزن، فردا مشهدم. گفتم مادر نیافه چیزی نی. گفت فردا مشهدم. گفت فردا رسید مشهد، از فرودگاه زنگ زد به بیمارستان، به برادرم که همراه من بود. گفت من بیمارستان نمیام، داداش تو بردار با ویلچر بیا، قرار ما حرم امام رضا پنجره فولاد. گفت ما اومدیم با ویلچر پشت پنجره فولاد، مادر رسید و ما رو دید و بغل کرد، یکم گریه کرد و اینا. گفت رو کرد به حرم امام رضا. گفت یه جوری مادرم با امام رضا صحبت که من ترسیدم یه لحظه. گفت خطاب کرد به امام رضا با صدای بلند، گفت مگه من بچت نیستم؟ مگه تو بابای من نیستی؟ مگه میشه تو بابای من باشی من گرفتار باشم تو شهر غریب؟ خوابم نمیبره تا ندم آقا بهت سلام. صدا زد گفت مگه من بچه؟ روزم نمیگذره، ببین همه بچه ها رو باباهاشون بغل میکنن. آقا بهت سلام. حالا من چند دقیقه تو رو بغل میکنم. آخه تو که دیگه نمیتونی منو بغل کنی بابا. دیگه تو بدل من نیستی. من بچم تو شهر غریب گیر باشه، بعد تو این شهر باشی. گفت خیلی گریه کردیم. ما رو آورد برادرم بیمارستان، مادرم رفت منزل خواهرم. فردا صبح گفت چون بیماری خیلی نایاب بود، پرستارا دکترا من دور منو چک میکرد. گفت داشتم من خواب بودم. گفت یه با جیغ یه پرستار از خواب پریدم، دیدم پرستار داد میزنه، انگشتاش داره تکون میخوره، انگشتای باش داره تکون میخوره. گفت خودم نگاه کردم انگشتای پام داره تکون میخوره. صبر خبر دادن به دکتر. گفت دکتر اومد رو سرم، گفت قیامت بود، همه بیمارستان رو سرم بودن. یه فیدم مادرم از در اتاق وارد شد. گفت چه خبره بچه‌م مرد؟ گفتن نه مادر چی شده؟ گفت الان خواب امام رضا رو دیدم.
گفت همه بیمارستان گریه میکردن. چی گفت مادر بهت؟ گفت دیگه با من اینجوری صحبت نکن. آخه من خودم هم تو این شهر غریب. مادرم تو دوای دردم، تو دخترمی، سرم داد نزن. ما از داد زدن خاطره خوبی ندارم. بذار دورت بگرد، برو بچه تو شفا دادم. سلام که من با تو کرد.